بابا من داشتم با تلفن صحبت میکردم. خب تو یه دفعه اینجوری کردی. بابا سر تو شد همه تو مگه اینا. به من نگفتی بگو خوشگلم بگو من دارم به این میگم، به دوست دخترم دارم میگم. من که به تو نگفتم دوست دارم. تو که گفتی خوشگلی و فلان. خب فهمید گفتم دیگه. تو هم خوشگلی. خب فهمید دیگه. اونجوری ناز میکنی صداتو میگی اونجوری. خب میفهمه دیگه. فکر میکنم من با تو هم. بابا من کلا مدلمه ناز میکنم. ناز چی میخندی؟ سلام دوستان، اومدیم با یه ویدیو خفن جذاب دیگه. دوربین رفیقم کار گذاشته، میخوام برم بالا سرش برم تا داغه. با تلفن داره صحبت میکنه. حتما ویدیو رو تا آخر نگاه کنید. خانم سلام. حواست باشین پشت من کسی نمیاد. من یه دقیقه بشینم اینجا. یه لباس قرمز مشکی پوشیده نیست پشتم و پشت سرم. نه مشکی نیست. چی شد؟ یه دقیقه بشینم اینجا مشکی نه زایه نشه. نگاه کن این نمیاد. نه مشکی نیست. بابا مفتم آوردن اینجا. اعصابم خراب شد. به خدا درگیری داشتم ایجاد میکردم. زدمشون ها. یه دو سه نفر رو زدم. ولی خب نه افتاده خطی نه صورتم دیگه. من بزنم خب دیگه زدم دیگه. فکر کردم میشه مثلا اتفاقی بیفته سر من. خدا رحم کرده. گفتم یه دقیقه بشینم پیش تو. شما خانومی ماشاءالله زیبام کردی. آره کاری هم نشته باشه. منم بزنم جدی ناموسم بزنه. خوب جدی حلالت باشه. بس هوامو داشته باشی دیگه. ببین 2 نفر بیشتر هم نبودن. چون 2 نفر بودن من تنهایی یکیشون رو زدم فرار کردم. تو اومدن 2 به 2 میشیم میزنیمشون. حلالت باشه. بچه همینجایی؟ بچه نه اومدی اینجا؟ آره خوبه دیگه. بچه اینجا هم نیستی میزنیمشون فرار میکنیم. منم بچه اینجا نیستم. چی شده الان؟ دیگه نمیدونم. اگه شکایت کنن ازم. شدی؟ من نه حالم خوبه. اصلا نه حالم خوبه. اصلا شما رو دیدم حالم خوب شد. به خدا جدی میگم. چیزی داری با خودت؟ چی مثلا؟ انرژی بخشی، مهربونی چی؟ چون اصلا تو رو دیدم انگار مهربون شدم. به خدا. خب الان چی شده؟ من منتظرم. الان میخوام راستشو بگم. اصلا دروغ من خوشم نمیاد. میدونی چی میگم؟ تو هم سعی کن تو زندگی اصلا دروغ نگی. الان خیلی هم جدی دارم میگم. خیلی دروغگویی. یعنی اصلا انقدر فوش میدم هم فوش بدهی هم دروغگویی. من خودم چقدر تفاهم داریم با هم. پس اینجوری باشه چه اذیتم نکنی. چرا اذیتت میکنم وقتی میگم تفاهم داریم؟ آب بخور. با کسی که تو ارتباط نیستی. چرا؟ ناموسه. خواب دارم. فاب تا آخرش. خواب 2000. بعد 100 واقعی یعنی داری میگی این حرفو؟ آره؟ چی؟ بهت میخوره شوخی کنی. اصلا شوخی تو کارت نیست. نه ولی خب دیگه من میخوام بکنم این کارو دیگه چیکار کنم؟ چیکار میخوای کنی؟ من راستشو بخوای از تو خوشم اومده. میخوام بدزدم ببرم. خیلی این حرفو میزنم. واقعا هم رو کارم هستم. واقعا هم رو حرفم میخوام وایسم. همین کارا رو میکنی مفتتو میبرن دیگه. مفتم ببرن؟ چی فکر کردی کسی میتونه؟ اون بهونه کار بود که بیام بشینم کنار تو. باشه دعوا کنیم. آره. باشه بزن. ناموسن اونجوری صحبت نکن. من بچه آقدم. اوه اونجوری باشی که اصلا چقدر باز تفاهم خوردیم دیگه. همسایه شدیم. من اصلا گوگولی تر از این حرفا هم. متولد چندی؟ چند؟ ببینمت. مثلا بهت میخوره 83 باشید. سنی ازم گذاشتی. پس کمتر از این حرفه. 85 نه سنی ازم گذاشتی. بیشتر یعنی 81 مثلا. 81 فیکس. ولی بهت نمیخوره اصلا. خوب خوندی ماشاءالله. بزنم به آهن. ولی خب حیف شد. من فکر نمی‌کردم. قرمزه نیست. نه بابا اون میتونه منو بزنه. فکر کردی من کم الکیم. ولی خب آره این که بزن اینا گفتم الکی بود. می‌خواستم فقط بیام بشینم با تو صحبت کنم. میمونم دیگه.
ادا در میاری. ای بابا ای بابا. امروز پس کاسب نمیشیم چیزی ما نه؟ یا میریم سمت هر کی، میریم سمت هر کی یه دوست پسر داره یا عصاب نره یا رد. مگه من اشیام نه که اونجوری کاسب مثال مثلا ما دیگه لاتیم دیگه، ما دیگه مثالمون اینجوری لاتیماتیه دیگه. من تو نمیدونم اگه لاتی من گندلاتم تو شکلات هم نیستی بابا. شوخی میکنم و ناراحت نشی. این بافت موت که زدی مدلش چیه مثلا؟ اسمش چیه؟ هلندی. ولی خیلی خوشگلم. مرسی. عکس داری قبل بافت تو بهم نشون بدی؟ دوست پسرم میاد. عکس نداری؟ دوست پسرم هم مفت بشم. دوست پسر داری مفر بود که الان میاد مفت ما رو میبرد. بیا یه کاری کن دیگه. بگم بفرمایید آقا. جدی میکنی این کارو؟ دیدم جدی میشم. از اول الان یعنی جدی نبودی قبلش؟ جدی بودنت هم میخوام ببینم پس اینجوریش. بگم ببین راستشو بخوای دیگه واقعیتش مود خوبی ام. خب قربونت بشم من جدی دارم میگم. ببین من یه جوری ام. خب یکی بهم میگه مثلا دوستت دارم، نمیدونم تو خیلی خوشگلی یا فلان، اینا اصلا یه جوری میشم، حالم خوب میشه. الان امروز انرژی نگرفتم. یه دونه خوبه دیگران به من چرا باید دروغ بگم؟ یه دونه تو بهم بگی میخندی؟ من آدم دروغگویی نیستم. خب تو دروغگو نیستی؟ نه دروغگو نیست. نه بابا نمیدونم کیه. من دارم آره بگو دیگه دوستم داری بابا. خوشگلی تو هم. خوشگلی؟ چی؟ تو هم خوشگلی. تو هم خوشگلی چیه؟ دوستت دارم من میگم. دوست دارم به مامانم نمیگم. منو؟ جدی داری میگی؟ با کی کار داری؟ یزید تو بابا دارم با دوست دخترم صحبت میکنم 2 ساعت. فهمید صدا تو شنید. بابا منو نمیگه که یکی دیگر رو داره میگه بابا. بابا با من نیست. بگو با من نیستی. بگو کی با تو کار داره؟ من نشستم واسه خودم اینجا. بابا با من نیست. به هم زدی همه چیو. بیا رابطه رو کات کردم. نگاه چی داره به من میگه. بگو با من نبودی. میخوای من باش حرف بزنم؟ میتونی صحبت کنی؟ نه دیگه من اصلا با منه. آره اصلا با منه. دوستش دارم آره تا صبح. حالت تو خیلی همینجوری اصلا من میگم بگو نمیدونم رو چه جنسی هستی احساس میکنم بگو دوستم داری بذار اینو قاط بابا کنم. چی دوستم داری؟ آفرین دیدی داره حلالت باشه. برو بابا برو دیگه زنگ نزن. ما رو گرفتی الان اینجا. بابا بذار دارم تلفن صحبت میکنم 2 ساعته. چی میگی؟ بابا چی میگی بابا؟ اذیت میکنی ما رو. اصلا خوشم نمیاد اومد جای منو گرفتی به خاطر پاشم برم از اینجا. بیا بشین یه دقیقه. نمیام. بیا بشین یه دقیقه. بیا چی بهت بگم. بشین یه دقیقه. بابا من داشتم با تلفن صحبت میکردم. خب تو یه دفعه اینجوری کردی. بابا سر تو شد همه اینا. تو مگه اینا. به من نگفتی بگو خوشگلم بگو. من دارم میگم به دوست دخترم دارم میگم. من که به تو نگفتم دوست دارم. تو که گفتی خوشگلی و فلان. خب فهمید گفتم دیگه. تو هم خوشگلی. خب فهمید دیگه. اونجوری ناز میکنی صداتو میگی اونجوری. خب میفهمه دیگه. فکر میکنم من با تو هم. بابا من کلا مدلمه ناز میکنم. ناز چی میخندی؟ باشو دیگه. میزنیم یه چی بهت بگم. بگو. نمیزنیم؟ نه. جدی؟ بگو. تو رو همین الان مفته تو رو داشتم دوری مخفی میگرفتم ازت. چجوریه؟ همش دوری مخفی. چجوری دوری مخفی دی؟ اذیتت کجا الان؟ اونم این اونجاست تو میگم. خب دیدی؟ آره باور کردی؟ دارم میخوره آقا دوری مخفی بگیرم. کجا چقدر بی‌تربیتی. خیلی بی‌ادبم. نه جدی دوری مخفی بود. پشت ندید همه رو باید بو بزنم. ببخشید تو رو خواهم. جدی داری میگی؟ اون برای نگاه کن. از اون برای نفیرم داره فیلم بود. جعب کچوله هم دیدم. ببخشید تو رو خواهم. تو ول کن. معذرت میخوام. یه چیزی هم بهت گفتم. این ویدیو رو داخل یوتیوب بخوایم بذاریم. اگه امکانش هست پخشش کنیم. یه رضایت پخش یه لایک من نشون بده. مشکلی نداره؟ حالا فکرام می‌کنم. بله دیگه اذیت نکن. دمت گرم. ببخشید مراقب خودت باش.